وقتی اسم دیسیپلین میاد احتمالاً اولین شخصی که به ذهنمون میرسه دیوید گاگینزه. بیش از 70 مسابقه اولترا ماراتون حتی با پای شکسته، کم کردن 45 کیلوگرم وزن توی 3 ماه، رکورد 4030 بارفیکس فقط توی 17 ساعت، 2 کتاب پرفروش نیویورک تایمز، تنها نظامی که 3 تا از سخت‌ترین دوره‌های ارتشی رو گذرونده و لقبی که بهش دادن سرسخت‌ترین مرد کره زمینه. ولی فقط گاگینز نیست. بذار با جاکوب ویلینک آشنات کنم. فرمانده نیروهای ویژه دریایی توی جنگ عراق، کسی که بهش مدال‌های سیلور و برانز استار دادن به خاطر دلاوریاش توی یکی از خونین‌ترین نبردها، نویسنده چندین کتاب پرفروش نیویورک تایمز، دارنده یه پادکست با میلیون‌ها شنونده و مربی رهبری برای بزرگترین سازمان‌ها و مدیران دنیا. این دو نفر یه نقطه مشترک دارن و اون اینه که هر جفتشون نظامیه و نظامی‌ها همیشه توی کل تاریخ به داشتن دیسیپلین به شدت بالا معروف بودن. احتمالاً تو هم اینو حداقل از یه نفر شنیدی. یکی برگشته بهت گفته که آره بابا بزرگ من ارتشی بوده، نظامی بوده و الان 40 سالیه که بازنشسته شده، ولی همچنان رأس ساعت 5 صبح از خواب بیدار میشه و میره بیرون تمرین میکنه. رسیدن به این حد از دیسیپلین که من اسمشو میذارم دیسیپلین نظامی 5 مرحله داره که توی این ویدیو میخوام بهت یاد بدم. ولی قبل از اون بهتره که این موضوع رو با هم حل کنیم. انگیزه و دیسیپلین دو تا چیز کاملا متفاوتن. حتما اینو تو هم شنیدی که میگن اون انگیزه چرته، برو دنبال دیسیپلین. از نظر من این حرف کاملا درسته و بیا به دلیلش رو توضیح بدم. انگیزه شبیه احساساته و نمیتونی روش حساب باز کنی. توی بی ربط ترین تایما بسیار بالا میره و اون زمانی که بیشتر از همه بهش احتیاج داری خبری ازش نیست. مثل وقتی که تو تختت دراز کشیدی و میخوای بخوابی و یه ویدیوی رندوم از دیوید گاگینز میاد تو اکسپلورت و میبینی. همونو تصمیم میگیری که فردا ساعت 5 صبح از خواب بیدار شی، بری 10 کیلومتر 15 کیلومتر مثل گاگینز بدوی. ولی صبح که از خواب بیدار میشی و به اون انگیزه نیاز داری، دیگه خبری ازش نیست. پس همونو برمیگردی تو تختت میخوابی و هیچ کدوم از اون کارا رو انجام نمیدی. چون روی انگیزه حساب باز کرده بودی. در واقع انگیزه یه روزایی هست و یه روزایی هم نیست. بود و نبودش دست ما نیست. برای همین نمیتونیم روش حساب باز کنیم. اما داستان دیسیپلین کاملا فرق میکنه. اونو میشه مثل یک عضله تمرین داد و قوی کرد. و اگه افزایش دیسیپلین رو مثل افزایش حجم عضله در نظر بگیریم، انجام دادن کارهای سخت برای افزایش دیسیپلین دقیقاً مثل استروئیده. ما یه بخشی توی مغزمون داریم به اسم anterior mid-cingulate cortex که تو آدمایی که دیسیپلین بالایی دارن بزرگتر از بقیه است. مثلا توی ورزشکارهای المپیکی، کارآفرین‌های بزرگ و افرادی که دائم از دایره راحتیشون خارج میشن و کارهای سخت رو به انتخاب خودشون انجام میدن. یه معادله ساده است. تو هر چقدر کارهای سخت بیشتری انجام بدی، این بخش از مغزت بزرگتر میشه و هر چقدر این بخش از مغزت بزرگتر بشه، ارادت بالاتر میره و دیسیپلینت هم بیشتر میشه. ولی از اون طرف تو نمیتونی مغزتو گول بزنی. بذار برات مثال بزنم. یه فردی رو تصور کن که تو زندگیش هیچ ورزشی نکرده و اضافه وزن داره. این آقا یا خانوم تازه میخواد ورزش رو شروع کنه. برای ایشون ورزش کردن یه کار به شدت سخت حساب میشه و با هر روز تمرین کردن به صورت مستمر و روتین اون قسمت از مغزش anterior mid-cingulate cortexش بزرگتر میشه. حالا یکی دیگر رو تصور کن. مثلا خود من مدت هاست که به صورت مستمر دارم ورزش میکنم. دیگه اگه هر روز تمرین نکنم، یه روز در میون قطعا اون کارو انجام میدم. برای من ورزش کردن، باشگاه رفتن یه جورایی لذت بخش شد. اگه نخوام خودم رو گول بزنم، دیگه اونقدر کار سختی نیستش، مگر اینکه برم یه ورزش سخت رو امتحان کنم و یه چیز جدیدی بیارم توی روتینم. برای من اون ورزش روزانه دیگه خیلی روی بزرگ شدن این قسمت از مغزم تاثیر نمیذاره. و بعد برم دنبال کارهای سختی که واقعا خارج از دایره راحتیم باشن، مثل شرکت کردن توی ماراتون یا یه مسابقه دیگه که تا حالا تجربهشو نداشتم. پس اگه تو هم همین الان ورزش کردن توی روتینت هست، فکر نکن که با انجام دادنش داری یه کار خیلی سخت انجام میدی و قراره ارادت رو قوی تر کنی. نه، اونو انجام بده به صورت روتین. ولی اگه میخوای ارادت بره بالا، خودت میدونی، برو سراغ اون کاری که واقعا برات سخته. به عنوان مثال شاید تمرکز کردن روی درس خوندن یا کار کردن برات سخت باشه. اوکی، از فردا 3 الی 4 ساعت وقت بذار که بدون هیچ حواس پرتی کار عمیق کنی یا درس بخونی یا مطالعه کنی. خودت میدونی چه کاری برات سخت داره. برو سراغ اون کار. برای تقویت ارادت و افزایش دیسیپلینت و بزرگتر کردن اون قسمت از مغزت، باید بری دنبال کارهایی که واقعاً برات سخته، نه چیزایی که ممکنه برای بقیه سخت باشه ولی برای تو خیلی وقت روتین شده. حالا که اصول اولیه افزایش دیسیپلین رو فهمیدیم، بریم سراغ راهکار نظامی‌ها. تو ارتش وقتی دستوری صادر میشه، بدون لحظه‌ای معطلی و فکر کردن اجرا میشه. حتی اگه سرباز خسته باشه یا مثلا دلش نخواد انجام بده، هیچ اهمیتی نداره. دستوره و فوراً باید اجرا بشه. خب این واسه ارتشه، ولی ما چجوری میتونیم توی زندگی ازش استفاده کنیم؟ به احتمال قوی تو همین الان که داری این ویدیو رو نگاه میکنی، احتمالاً داری از یه کار خیلی مهمی فرار میکنی
و پیش خودت میگی که اوکی، من دارم الان یه ویدیو در رابطه با رشد و توسعه فردی میبینم و یه کار مفید انجام میدم، ولی خودت هم میدونی که این دروغی بیش نیست. یه کاری داری، یه مسئله مهمتری هست که باید بری انجامش بدی، ولی از اون فرار کردی اومدی توی یوتیوب داری یه ویدیو نگاه میکنی. من که دوست دارم الان ویدیو تا انتها نگاه کنی، ولی هر موقع تو همچین شرایطی گیر کردی باید از قانون 5 ثانیه استفاده کنی و بری سراغ اون کار اصلی که باید انجامش بدی. روشش هم خیلی ساده است. تو دلت تا 5 بشمر. 1 2 3 4 5. حالا همین چیز رو ببند و همون لحظه برو سراغ اون کار مهمه که باید انجامش بدی. البته که این ویدیو واقعا میتونه برات مفید باشه و تایمش هم خیلی کوتاهه، ولی بعد از تموم کردنش فوراً این کارو انجام بده و برو سراغ اون کار اصلیه که باید انجامش بدی. هر چقدر بیشتر این کارو تمرین کنی برات راحت‌تر میشه. این موضوع رو تو بخش‌های مختلف هم تمرین کن. همون لحظه‌ای که دستوری صادر شد سریع برو اجراش کن. اگه باید یه ست دیگه وزنه بزنی، با نگاه کردن به در و دیوار وقتتو هدر نده، چون با این کار اون وزنه زدن برات راحت‌تر نمیشه. تا 5 تو دلت بشمر و برو انجامش بده. اگه میخوای از یه ارتفاعی بپری تو آب دریاچه یا دریا، تا 5 تو دلت بشمر و همون لحظه انجامش بده، چون هر چقدر صبر کنی قرار نیست اون موضوع برات راحت‌تر بشه. صبح زود که ساعتت زنگ میزنه همونو بپر، برو دستوراتو آب بزن و برو سراغ کارات. اگه تو تختت بمونی و بخوای بیشتر بهش فکر کنی فقط برات سخت‌تر میشه. تا 5 بشمر و از تخت خوابت بلند شو. بذار مغزت بفهمه که رئیس کیه. به مرور هر چقدر بیشتر که این تکنیکو تمرین کنی همینطوری برات راحت و راحت‌تر میشه. نظامی‌ها برای هر چیزی استاندارد مشخص و به شدت سختگیرانه دارن، از نحوه تا کردن پتوشون گرفته تا زمانبندی تمیز کردن اسلحه‌هاشون. تو فرهنگ نظامی هیچ وقت نمیشنوی که یه کسی بگه حالا ولش کن، الان انجامش ندیم، بذاریمش واسه بعداً. بعضی کارا هست که هرگز به تأخیر نمیفته و هیچ بهونه‌ای برای انجام ندادنش پذیرفته نیست. تو هم باید توی زندگی واقعیت یه سری استاندارد روزانه غیر قابل مذاکره برای خودت تعریف کنی. مثلا یه ساعت مشخص برای خوابیدن و بیدار شدن، ورزش روزانه و ژورنال‌نویسی قبل از خواب. اینا رو من مثال زدم، ولی برای خودت یه سری استاندارد مشخص داشته باش که بهش به چشم قوانین مقدس نگاه کنی. قوانینی که به هیچ عنوان شکستنی نیست. نتیجهش چی میشه؟ تو یاد میگیری که اون قوانین و اون کارها رو هر روز فارغ از هر احساسی که تو اون لحظه داری و فارغ از هر شرایطی انجامش بدی. دیگه گزینه امروز حال ندارم برات معنایی نداره، چون استانداردات خیلی فراتر از اون حال لحظه‌ایت هستن. تو تمرینات نظامی یه سری از تمرین‌ها و مانورها رو عمدن خیلی سخت‌تر از شرایط عادی طراحی می‌کنن. سربازا رو زیر فشار کنترل شده میذارن که بدن و ذهنشون آماده شرایط خیلی سخت‌تر بشه و بعضی وقتا انقدر اون تمرینات سخته که انگار شرایط جنگ ساده‌تر به نظر میرسه. خیلی از قهرمانای ورزشی هم این کارو انجام میدن. انقدر سخت تمرین میکنن که وقتی میرن تو مسابقه، وقتی میرن توی رینگ، میبینن که اینجا که انگار راحت‌تر همه چی و شرایط بیشتر تحت کنترلشونه. تو زندگی هم خودت میتونی از عمد بعضی وقتا شرایط رو برای خودت سخت‌تر کنی. مثلا تو گرما و سرما، توی برف و بارون روتین تمرینی تو حفظ کنی. حتی اگه آوتدور باید ورزش کنی، هفته 1 روز 1 ساعت هم شده زودتر از حالت عادی از خواب بیدار شو و برو یه کار مفید انجام بده. آموزش ببین، مطالعه کن، یه مهارتی رو یاد بگیر. شرایط رو یه ذره برای خودت سخت‌تر کن. با این کارا تو داری به صورت عمدی خودت رو تو شرایط سخت قرار میدی، شرایط سختی که واقعا کنترل شده هم هست و خطر جدی برات ندارن که ذهن و بدنت رو آماده‌تر کنی. نتیجهش چی میشه؟ میشه اینکه ذهن و بدنت واقعا مقاوم‌تر میشه و اگه زندگی بهت یه سختی بده میتونی راحت‌تر هندلش کنی. تو ارتش یکی از اولین چیزهایی که به نیروهای جدید یاد میدن اینه که هیچ کس نباید تقصیر هیچ چیزی رو گردن یک کس دیگه‌ای بندازه. فرقی هم نمیکنه فرمانده باشی یا سرباز، باید 100% مسئولیت نتایج رو به عهده بگیری. حالا میخواد اون نتیجه پیروزی باشه یا شکست. جمله‌هایی مثلا تقصیر من نبود، تقصیر فلانی بود، توی ارتش هیچ جایگاهی نداره. تو هم قطعاً باید توی زندگیت این نگرش رو پرورش بدی که هر شکستی که پیش میاد، هر شرایط سختی که پیش میاد، قبل از اینکه بخوای بندازی گردن بقیه، گردن والدینت، گردن دوستت، گردن خواهر برادرت، خودت رو مقصر بدونی، خودت رو مسئول بدونی و مسئولیت پذیری رو یاد بگیری. به جای پیدا کردن یه مقصر بیرونی، اولین سوالی که از خودت میکنی این باشه که من چه کاری میتونستم انجام بدم که نتیجه بهتری بگیرم. اولش قطعا خیلی سخته که بخوای این دیدگاه رو توی مغز جا بندازی، ولی این نگرش به شدت تو رو قدرتمند میکنه. چون وقتی مسئولیت کامل همه چیز رو قبول میکنی، در واقع اختیار تغییر شرایط هم داری به دست میگیری. یعنی میگی اوکی، وضعیت خراب شده، دیگه منتظر ناجی نمیمونی که بیاد تو رو نجات بده.
خودت دست به کار میشی. این طرز فکر تو رو تبدیل میکنه به یه شخصی که به جای بهونه آوردن دنبال راه حل میگرده و از هر شکستی یه درسی میگیره که بخواد خودش و شرایطش رو بهبود بده. اگه قراره که فقط یک بخش از کل این ویدیو تو ذهنت بمونه، بهتره که همین بخش باشه: Extreme Ownership یا مسئولیت پذیری مطلق. سربازا یه روتین یا یه مهارت خیلی مهم و انقدر توی شرایط مختلف و توی شرایط سخت و توی شرایط آسون و توی شرایط بی‌حوصلگی انجام میدن تا براشون مثل نفس کشیدن راحت و خودکار بشه، تا به یه عادت تبدیل بشه. مثلا سربازای ویژه نیروی دریایی یا همون نیوی سیل ها میان یه سری کوله بسیار سنگین میندازن روی دوششون و ده‌ها کیلومتر با اون میدوئن. چرا؟ که بدنشون به اون شرایط خستگی مفرط عادت کنه، که بتونن و یاد بگیرن تو اون شرایط هم تصمیم‌های درستی بگیرن. و ایده اینه اگر توی بدترین شرایط بتونی از پس اون تمرین‌ها بر بیای، قطعاً توی شرایط عادی خیلی راحت‌تر میتونی اون کار رو انجام بدی. برای ساختن دیسیپلین آهنین نباید کارهای مهمت رو فقط توی شرایط ایدئال انجام بدی. باید یاد بگیری که توی تمام شرایط کاری که باید انجام بشه رو انجام بدی. مثلا اگر قراره که صبح ساعت 4 و 5 صبح از خواب بیدار شی، همه روزهای هفته اون کارو بکن. حتی جمعه و روزهای تعطیل. حتی اگه شب قبلش با دوستات مهمونی بودی و میدونی که اونا قراره تا ساعت 10-11 راحت بخوابن و هیچ دغدغه‌ای هم ندارن، تو هم مجبور نیستی که ساعت 4 و 5 صبح از خوابت بزنی، بخوای بری بیرون تمرین کنی، بری بدوی. ولی اگه میخوای دیسیپلین به شدت بالایی داشته باشی، باید توی اون شرایط اون کار رو انجام بدی. یا اگه هدفت ورزش روزانه است، حتی اون روزایی که سر کار اصلا حس حال خوبی نداشتی، حتی اون روزایی که به شدت خسته بودی، چه بدنی چه ذهنی، باید بری و انجامش بدی. دقیقاً همین تکرارهای توی شرایط سخت باعث میشه که اون عادت توی تو نهادینه بشه. بعد از یه مدت دیگه ذهنت یاد میگیره که اون شرایط سخته بهونه‌ای نیستش که بتونه مثلا اون عادت رو انجام نده. هر جوری که هست باید انجامش بده. پس دیگه سعی میکنه که کمتر جلوی تو رو بگیره، چون ذهن دائما میخواد از کارهای سخت فرار کنه و ببره تو رو توی دایره راحتیت. با تمرین کردن مداوم و هر روزه این 5 تا هستی که بهت یاد دادم، میتونی روز به روز تبدیل بشی به یه ورژن منضبط‌تر از خودت و به اون دیسیپلینی که میخوای دست پیدا کنی. قطعا اولش برات سخته که بخوای همه این قوانین رو اجرا کنی و رعایتشون کنی. خیلی هم طبیعیه، چون داری برخلاف عادت‌های قبلیت رفتار میکنی و مغزت هم خیلی این موضوع دوست نداره. اما هر یک باری که به جای تنبلی کردن، به جای فرار کردن و رفتن توی دایره راحتیت، یکی از این اصول رو اجرا میکنی، در واقع یه پیروزی کوچیک به دست آوردی و این پیروزی‌های کوچیک روی هم جمع میشن و تو رو میبرن به سمت اون هدفی که میخوای و دنبالشی. در آخر میخوام بهتون یه چیت کد بدم که واقعا توی زندگیم به من خیلی کمک کرده. اکثر افراد ذهنیتشون این شکلیه که مثلا جاکو ویلینگ که نظامیه، من که هیچ وقت نمیخوام نظامی بشم، پس نیازی نیست راجبش بدونم. یا مثلا مایکل جردن بسکتبالیسته، من که هیچ وقت نمیخوام بسکتبالیست یا ورزشکار بشم، پس لازم نیست ازش چیزی یاد بگیرم. یا ایلان ماسک کارآفرینه، من که نمیخوام کارآفرین بشم، پس چه نیازیه که در مورد زندگیش تحقیق کنم. اما حقیقت چیز دیگه ایه. تو میتونی از همه این افراد یه سری ویژگی رو یاد بگیری و ازشون بدزدی که خودت رو تبدیل کنی به یه ورژن آپگرید شده، به یه ابرانسان. مثلا از یه نظامی میای دیسیپلین نظامی رو یاد میگیری و تمرینش میکنی. از مایکل جردن میای اون برنده بودن و داشتن یه ذهنیت برنده رو یاد میگیری و میدزدی. و از ایلان ماسک کار کردن توی ساعت‌های طولانی و بسیار زیاد رو یاد میگیری و میفهمی که هیچ محدودیتی برای انسان وجود نداره. تو میکس کردن قابلیت‌های آدمای بزرگ که ازشون یاد میگیری و به اصطلاح میدزدی، هی میتونی خودت رو آپگرید کنی. پس ذهنتو محدود نکن و سعی کن که از هر شخصی یاد بگیری، حتی اگه تو اون فیلدی که تو میخوای کار کنی نباشه. و فکر کنم توی این ویدیو بیشتر از همیشه متوجه این موضوع شدی که برای رشد باید از دایره راحتیت خارج شی. پس هر روز یه کار سخت انجام بده.